اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه، ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی، بنده میخواهم یک کتابی را که یک مرد داغستانی نوشته کردگی است با نام بهاءالدین، که این کتاب در طرفای روسیه و بالخصوص در تاجیکستان با نام کتاب زبان عربی مشهور است و در همه جاها تقریبا در نزد کتاب فروش ها وجود دارد. بنده میخواهم این کتاب را به سمع شما خواهشمندان زبان عربی به زبان ساده تاجیکی تقدیم و پیشکش بگردانم. درس امروزه ما و شما از اینجا شروع می شود که صاحب کتاب می گوید الدرس الاولو، یعنی درس یکم. این کتاب تقریبا 125 درس دارد و این درس اولش می باشد. درس اول صاحب کتاب این کلمات را آورده است: هو این ترجمهش یعنی وی یک مرد. این را در زبان عربی ضمیر مفرد مذکر غائبش میگویند، یعنی وی یک مرد، کسی در نزدمون نیست. هم ویها مردها، یعنی کسانی که در نزد ما نیستن باز اونها مرد باشند، اگر پس عربا میگویند هم. بعد از این میگوید انت یعنی تو یک مرد. این را میگویند ضمیر مفرد مخاطب مذکر، یعنی برای کسی که در روپرویت باشد، با کسی که با اون گپ میزنی در نزدت هست، انت گفته گپ میزنی. انت یعنی تو یک مرد. انتم شما مردها، شما مردها. این ضمیر جمع مذکر مخاطبها هست. انا یعنی که من یک مرد، یا همچنین زنم باشد انا میگوید. پس انا این خاص مرد نیست، یعنی فقط مجیسکای راد نیست، هم برای مرد است و هم برای زن. بعد از این میگوید نحنو یعنی ما مردها، یا میشود میگویم زن باشد زنها، میگوید نحنو هم برای مرد است و هم برای زن استفاده برده میشود. پس این 6 کلمه ای که حالا صاحب کتاب آورد، اینها را در زبان عربی ضمائرش میگویند. ضمائر این دو تای اولش نامش ضمائر غائب هست، یعنی کسانی که در نزد ما نیستند. این دو تای بعدینش انت انتم، اینها ضمیرهای مخاطب هستند، کسی که در روپرومون باشد. و بعد از این انا نحنو، این دو تای دیگرش ضمیر متکلم و متکلم مع الغیرش میگویند، یعنی او انسانی گپ زننده. پس این 6 تا یک جا میشود ضمائر، یعنی ضمیرها. بعد از این اکنون میگوید کبیرون یک کلان، یعنی کلان یک کس باشد میگویند کبیرون کلان. لیکن آن یک کس مرد باشد یا مجیسکای راد باشد. در تاجیکی ما و شما کلمه های مردانه و زنانه نداریم، اما زبان عربی مردانه و زنانه دارد. اگر مرد باشد کبیرون میگویند کلان. کبارون کلانها، این جمع است. کبیرون مفرد است، مفرد یعنی یک است، و کبارون جمع است. جمع یعنی بسیاری، برای هم خاطر میگیم کلانها. بعد از این میگوید صغیرون میده خرد، این هم همچنین مردانه هست، یعنی مذکر هست، مجیسکای راد است. بعد از این میگوید صغارون میده ها خردها. پس این هست کلمه های درس اول که اینها باید حفظ کرده شود. اولا اینها را
حفظ میکنید یک تا. بعد از این میگذارید به حوار. این را حوار یعنی گفتگو. این از این کلمه ها جمله میسازد. حالا ما شما کلمه ها را گفتیم، اکنون جمله سازی چطور است؟ میگوید که هو کبیرون، یعنی وی کلان هست یا کلان است. این هو کبیرون تا آخرش که از دو کلمه ای ساختگی هستند. اولیناشون در همین درس همهشون مبتدا هستند، یعنی هو یا هم، انت، انتم، اینها مبتدا هستند. بعد از این دویم کلمه هایی که میآیند، هر یک جمله در دویم کلمه هایی که میآیند، اینها را در زبان عربی خبر میگویند. یکم هایشون مبتدا هستند و دویم هایشون خبر هستند. پس هو کبیرون وی کلان. اما در مبتدا و خبر یک کلمه است رو ما باید همراه کنیم. از این حساب میگوییم که هو کبیرون، یعنی وی کلان است. این است رو ما از مبتدا و خبر گرفتیم که مبتدا و خبر همینطور کلمه در فارسی تاجیکی همراه کرده می شود. پس میگوید هم کبارون، ویها کلان ها هستند. انت صغیرون، تو خرد هستی، تو میده هستی. انتم صغارون، شما خرد ها هستید، شما میده ها هستید. انا کبیرون، من کلان هستم، من بزرگ هستم. نحن کبارون، ما کلان ها هستیم، ما بزرگ ها هستیم. هو صغیرون، یعنی که وی خرد است، وی میده است. هم صغارون، ویها میده ها هستند، یعنی ویها مرد ها. زیرا که در این درس هر کلمه که ما خونده شدیم برای مردانه است، غیر از انا و نحنو. انا و نحنو مردانه و زنانه است. اما باقی مونده هر چیزی که کلمه میبینید همش موجیسکای راد است. از این حساب میگیم ویها مردها خردها هستند، یعنی میده ها هستند. انت کبیرون، تو کلان هستی، تو بزرگ هستی. انتم کبارون، شما کلان ها هستید، شما خرد ها هستید. انا صغیرون، شما کلان ها هستید. انا کبیرون، انتم کبارون، شما کلان ها هستید، یعنی شما بزرگ ها هستید. انا صغیرون، من میده هستم، من خرد هستم. نحن صغارون، ما میده ها هستیم، ما خرد ها هستیم. پس این هست حوار درس اول، درس یکم، یعنی گفتگو از جمله‌ای که در بالا کلمه هایی که آورد، از اینها یک حوار، یک گفتگوی برای ما و شما تقدیم کرد. از این گفتگو جمله سازی رو، گپ زدن رو ما یاد میگیریم که وقتی که میخواهیم گپ بزنیم انمی طور باید کلمه ها رو جمع بکنیم و برای کسی عربی را میدوند یا با یگان عرب گفتگو بکنیم. پس این بود درس یکم از این کتاب زبان عربی و در اینجا این درس رو به پایان میرسونم. تا درس آینده یک و یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.